سلام. امروز میخوام براتون داستان یکی رو تعریف کنم که تونست 5 سال توی یکی از معروف‌ترین هتل‌های نیویورک زندگی کنه بدون اینکه هیچ اجاره‌ای بده. این داستان رو من 2 روز پیش پیدا کردم. بعد انقدر از این داستان خوشم آمد که اصلا بر دامونم تعریف نکردم. من دامون اینجاست. بعدم اونم میخواد با شما اولین بار بشنوه. میخوام بر همتون این داستان تعریف بکنم. ماجرا از این قراره که سال 2018 بوده، مثلا طرفای اردیبهشت. شخصیت اصلی ما کیه؟ میکیه. این با پارتنرش متیو دوتایی میان یه اتاق میگیرن توی هتل نیویورکر. حالا هتل نیویورکر چیه؟ یکی از این هتل‌های خیلی به قول معروف آیکونیک نیویورکه. خیلی اتفاقای مهمی توش افتاده. از معروف‌ترینش اینه که میگن نیکولاس تسلا اونجا فوت کرده. میکی با متیو میرن $200 میدن، یه شب میان یه اتاق اجاره میکنن توی همین نیویورک. حالا میکی تعریف میکنه، میگه که ما تو اتاق نشسته بودیم، متیو برگشت به من گفت که راستی میدونستی مثلا توی نیویورک یه قانونی وجود داره که اگه شما بری به پیش صاحب هتل بگی که آقا من درخواست دارم که بتونم اینجا رو 6 ماه اجاره بکنم به جای اینکه یه روز 2 روز 3 روز باشه، من میخوام 6 ماه اینو اجاره بکنم، صاحب هتل وظیفه داره که به شما با یه تخفیف خوبی اینو 6 ماه اجاره بده. حالا این چه قانونی بوده؟ یه قانونی بوده که مثلا خیلی وقت پیشا، هم مثلا سال 69 برای اینکه دیده بودن وضع مسکن و اینجور چیزا خیلی گرونی شده، اومدن یه قانونی گذاشتن که بتونن یه خورده اینجوری قیمت مسکن رو کنترل بکنن. حالا هر هتلی هم شامل حال این قانون نمیشه. یکی از شرط اصلیش اینه که قبل از سال 69 این هتل‌ها ساخته شده باشن. یه شرط دیگه هم داره، مثلا اینه که تو همون سال 69 اجاره یه هفته تو اون هتل زیر $88 باشه. خب پس چی شد؟ متیو به میکی میگه که یه قانونی هستش، یه صاحب یه سری از هتل‌ها مجبورن که بیان به شما یه اجاره 6 ماهه بدن با تخفیف. حالا در طول اون 6 ماه هم که شما هستین، شما دقیقاً همون خدمات رو میتونین بگیرین که بقیه افراد اون هتل دارن میگیرن، یعنی روم سرویس دارین، اگه صبحانه داشته باشه دارین دیگه، تمیز کردن اتاق، خشکشویی، همه اینا، همه هر چی که بقیه دارن شما هم بعد اون خدمات رو داشته باشین. میکی که این موضوع رو میشنوه فردا صبح پا میشه میره سمت پذیرش هتل، میره یک نامه هم نوشته دستش گرفته میده سمت اون کسی که متصدی هستشون پشت پیشخون وایساده، میگه نامه رو بدین به مدیر هتل، من درخواست اجاره 6 ماهه دارم. اونم برمیگرده بهش میگه که نه ما همچین هر چیز نداریم، اگه تو نمیخوای دیگه $200 بدی برای امشب بمونی و وسایلتو جمع کنی بری. متیو و میکی میگن که نه ما وسایلمون رو جمع نمی‌کنیم. صاحب هتل هم میبینه که اینا جمع نمی‌کنن، خودشون میان وسایل اینا رو جمع می‌کنن، پرتشون می‌کنن از هتل بیرون. این دوتا که این ماجرا رو میبینن یک سره میرن سمت دادگاه، میگن که این هتل از قوانین داره تخلف میکنه، باید بیاد به ما اجاره 6 ماهه رو بده. قاضی هم درخواستشون رو رد میکنه، میگه که مثلا همچین چیزی وجود نداره، اینا ناامید نمیشن، پرونده رو برمیدارن میبرن دیوان عالی. ولی حالا یک نکته مهمی که وجود داره اینه که کلا وکیلای این هتل سر جلسه دادگاه نمیان، اصلا حضور پیدا نمیکنن و کلا نمیدونستم مثلا همچین قانونی وجود داره، ولی انگار اگه وکیلای طرف نیان تو برنده اعلام میشی. اصلا خیلی مسخره است، ولی نوشته وین بای دیفالت، چون که وکیلای نمیدونم آخه تو مثلا فرض کن من همینجوری رندوم از یه آدمی شکایت بکنم، اگه غیبت کنی فکر کنم مثلا موکول بشه چند روز دیگه تا چند بار غیبت میتونه اجازه داشته، اجازه داری بعد تا اینکه آخر سر اینطوری میشه. قاضی دستور میده که هتل باید کلید رو بهشون برگردونه و مالکیتشون رو بهشون پس بده. اینجا تو متن رأی دادگاه این کلمه مالکیت یا پوزیشن خیلی اهمیت زیاد داره، اون همون چیزیه که توجه این دو نفر رو به خودش جلب میکنه. اینم بگم توی حکمی که قاضی به اینا داده اصلا هیچ اشاره‌ای نشده که شما چقدر باید اجاره بدین، چقدر باید تا چه مدت میتونین اونجا بمونین، هیچ اصلا در مورد اجاره دادن و اینا اصلا هیچ حرفی نمیزنه، فقط میگه که هتل باید کلیدشون رو به اینا برگردونه. از یه طرفی هتل هم اصلا حاضر نبوده با اینا بیاد مذاکره بکنه در مورد اجاره کردن، یعنی اصلا نمیخواسته این موضوع رو به رسمیت بشناسه که اینا باید بیان اجاره بکنن، یعنی یه جورایی هتل میاد چشش رو روی اینا میبنده، سعی میکنه نادیده بگیرتشون، اینا هم که کلیدو گرفتن از اونجا بیرون نمیان. حالا این دو نفر همینجوری دارن این متن رو میخونن، این کلمه مالکیت یه خورده براشون عجیبه، چرا قاضی گفته مالکیت رو بهشون برگردونین. میگه که من زنگ زدم به یکی تو همون دادگاه، پرسیدم آقا مثلا منظور این قاضی چی، یعنی چی اصلا این متن قانون که اونجا هست یعنی چی. میگه که اون فردی که پشت تلفن بود خیلی اینجوری واضح و شمرده من گفته خب یعنی شما مالکیت دارین، شما مستاجر نیستین، شما مالکی.
اینم میگه که یعنی چی، من مالک هستم، خب پس برم اینو به نامم بکنم دیگه. پا میشه میره اداره دارایی. میگه این اتاق 2565 رو به اسم ما بکنین لطفا، اینم حکم قاضی، این اتاق بر ماه. کسی که کارمنده اونجا بود میاد به اینا میگه که خب من الان تو فایلای من دارم نگاه میکنم، مثلا هتل که مثل آپارتمان نیست، مثلا ساختمون بندی بشه، طبقه بندی بشه، یه طبقه بر این یه طبقه بر این. هتل کلا هتله، یا شما این هتل رو داری یا نداری. الان شما صاحب این هتلی؟ اینم میگه که خب من که نوشته صاحب اینجا هستم، حکم قاضی هم اینه، خب اگه نمیتونم صاحب یه اتاق باشم، خب پس حتما من صاحب کل هتل هستم. بله بنویس آقا من صاحب کل هتلم. نظر زیاد روی کرد. اینجا دیگه واقعا زیاد روی کرد. یعنی از همونجا خیلی راحت برای خودش میتونه زندگی کنه. دیدین که هتل که بهش کاری نداره، حکم قاضی هم حالا داره، برای خودش داره زندگی میکنه دیگه. درخواست میکی رد میشه و میگن که مدارک نشون نمیده شما صاحب این هتل هستی، من نمیتونیم مثلا به اسم شما ثبت بکنیم. ولی میکی دوباره امتحان میکنه و بازم دوباره امتحان میکنه و در کل 7 بار امتحان میکنه شانسشو و بار 7م یکی اون وسط حواسش نبوده، خوب چک نکرده مدارکو، یعنی فقط یه نگاه کلی کردن و گفتن که خب باشه دیگه صاحب هتل اینه و به اسم میکی ثبت میشه هتل. بعد از این که هتل رو به اسم خودش ثبت میکنه، یه ایمیل میزنه به وکیل هتل، میگه که لطفاً صورت حساب‌های مالی رو از این به بعد بر حساب من بفرستی. و حدود 15 میلیون دلار سود هم تا حالا بعد به حسابم واریز میشده که نشده، لطفاً سریعتر کاراشو انجام بدی. بعد یارو وکیل جواب نمیده. چند روز بعد دوباره ایمیل میزنه، میگه طبقه 38م رو لطفاً خالی بکنین، من باید بیام یه سری بازرسی های انجام بدم، وضعیت این هتل واقعاً افتضاحه، نیاز به بازسازی کامل داره. اینجا وکیلش میاد وکیل جواب میده، میگه ببخشید شما، اینم میگه که من رئیس جدید هتل هستم، اینم سند مالکیتم، بفرمایید. وکیل میفهمه که کلی کار باید انجام بده، اون شروع میکنه پیگیری کردن این موضوع. تو این فاصله دیگه این میکی دستش راه میفته، شروع میکنه به هر کی میتونه ایمیل میزنه. به یه بانکی که کلا کارهای مالی هتل انجام میداد ایمیل میزنه، میگه که از این به بعد همه حسابا رو به اسم من منتقل بکنین، که خب اون انجام نمیدن. به یه رستورانی که پایین هتل بود با هتل کار میکرد پیام میده، میگه که از این به بعد اجاره رو به حساب من واریز کنین، که خب اون انجام نمیدن. حالا این وسط همون وکیله میره دوباره دادگاه، به قاضی میگه آقا جلوی اینو بگیرین، این داره ادعای صاحب بودن هتل رو داره میکنه، یه حکمی بدیم ما بتونیم جلوی اینو بگیریم. میکی اصلا بدون وکیل خودش پا میشه میاد دادگاه، میگه که من که کار غیر قانونی نکردم، من خیلی مثل هر شهروند دیگه درخواست دادم توی سایت اداره اسناد، بعدش اینم مدرک من همه کار قانونی انجام شده. ولی قاضی میگه که نه، این کاری که تو انجام دادی دقیقاً معادل جعل سند حساب میشه و شما فکر میکنین که میکی اینجا متوقف میشه، کارش ادامه میده. به خاطر حکم قبلی که داشته هنوز میتونسته تو هتل زندگی بکنه، هنوز یعنی اجازه زندگی کردن تو هتل رو داشته. بیکارم بوده، سر کار نمیرفته، صبح تا شب تو خونه بیکار بوده. کلا حالا اتاقی هم که داشته اتاق 18 متری بوده که کل اتاق تخت گرفته بوده، تلویزیون هم داشته. کلا فرض کنید توی اتاق 18 متری هر روز بیکار بوده دیگه. 2018 تا چند سال گذشته. میاد چیکار میکنه؟ کل وقتشو در طول روز به 2 تا کار اختصاص میده. کار اول این بوده که بیاد دنبال شجرنامه خانوادگیش بگرده. نمیدونم چجوری میگرده و حالا از چه منابعی استفاده میکنه، ولی طبق گفته خودش به این نتیجه میرسه که اگه پدر بزرگش رو بگیریم بریم 11 نسل بالا، اون پدر بزرگه پسرعموی کریستوف کلمب بوده. این یه کاری بوده که انجام میداده، تو اوقات فراغتش شجرنامه خانوادگیشو در می آورده، به کریستوف کلمب رسیده. کار دیگه ای که میکرده که بر ما مهم بوده، اومده سراغ صاحب اصلی هتل، ببینه آقا این صاحب اصلی هتل کیه. ما در مورد صاحب اصلی هتل اصلا صحبت نکردیم تا حالا برای شما.
صاحب اصلی هتل یک کلیساییه به اسم کلیسای یونیفیکیشن. در واقع یک فرقه‌ای بوده که حسن رهبر اون فرقه هم خودشو یه جورایی مسیح معرفی میکرده. یه کالت بوده، از اونایی که اعضاش با هم دیگه بعد ازدواج بکنن و تو خودشون هستن و اینا. این هتل هم که رهبر این فرقه خریده بوده برای این بوده که اعضای این کالتش بتونن تو اون هتل زندگی بکنن. این میاد توی این ماجرا رو در میاره، میبینه رهبر این فرقه تو کره شمالی به دنیا آمده. بعد میاد سعی میکنه دنبال تراکنش‌های مالی و اینا بگرده، میبینه که این، حالا طبق گفته خود میکی، خودش اظهار میکنه که اینا دارن تحریم‌های آمریکا رو دور میزنن و از این ماجرا دارن استفاده میکنن که بتونن پول به کره شمالی وارد بکنن. و خب چون که یه کلیسا هم هستن، یعنی واقعا یک مثلا مالیات ندارن و این موضوع باعث میشه کلن میکی اصلا تو دادگاه دفاعیش و همه چی رو عوض بکنه. میاد میگه که من یک شهروند آمریکایی وطن پرست هستم، من مثل کسی هستم که قبل 11 سپتامبر تونسته اون حملات رو متوقف بکنه. من با این کارم دارم جلوی دسترسی کره شمالی به سلاح اتمی رو میگیرم. و حالا مثلا میگه که من یه آمریکایی وظیفه شناس و وطن پرست هستم. خوش آمریکا، یعنی الان آمریکایی شاید حساب بشه ولی در واقع برزیلی 19 سالش بوده اومده آمریکا. همین الان تو این موقع درگیر 2 تا کیس دادگاه هستش، ولی دادگاه کلا یه جورایی رأی رو به نفع میکی میده و ولی به هتل میگه که شما باید در مورد اجاره 6 ماهه بعد با این کنار باید بیاین. ولی خب همونجوری که حدس میزنین میکی حاضر نمیشه که هیچ اجاره‌ای به هتل بده. اینم بگم که میکی چی میگه؟ میگه که پس من هیچ پولی نمیخوام بدم. چرا هیچ پولی نمیخوام بدم؟ چون اون پولی که هتل میخواد از من بگیره خیلی زیاده، اصلا منطقی نیست من اینقدر بخوام پول برای این اتاق بدم و این اجاره این 5 سال گذشتم که زندگی کردم اونم نمیدم، چون که این پول میرسه دست کره شمالی، من نمیخوام پولم دست کره شمالی برسه. تا اینکه میرسه سال 2023، یعنی از همون سال 2018 شروع شد تا سال 2023 بالاخره صاحب هتل میتونه میکی رو بیرون بکنه، به خاطر اینکه از اون زمان دادگاه قبلی تا این موقع خب پول اجاره نداده بوده. و اینجاش خیلی جالبه، بعد از اینکه این اتفاق افتاد الان از هتل بیرونش انداختن، دوباره سعی میکنه که مدارک رو بده و بگه که من با توجه حکم اون قبلی من صاحب هتل هستم و قبولم میشه. یعنی دوباره اصلا یکی این وسط دوباره حواسش نبوده و قبول میشه و این که دوباره مالکیت هتل میاد به این میرسه باعث میشه، چون که دیگه یه آدمی بوده دیگه، مثلا دیگه کلیسا نبوده مالک هتل، مجبور میشه دوباره این هتل مالیات بده و یک مالیات خیلی سنگین برای این هتل به حساب اون کلیسا وارد میشه که اینا میاد آقا ماجرا چه؟ میبینن دوباره این میکی اومده مالکیت هتل رو به اسم خودش زده که دیگه این بار متاسفانه میتونن با حکم دستگیری میکی رو بگیرن و این داستانش هم جالبه. طرفای مثلا فکر کنم نوامبر 2023 میکی خونه متیو بوده که میبینه در رو میزنن، در رو باز میکنه، میبینه که یه سری افسرهای پلیس هستن که اومدن دستگیر بکنن. بعدن برای متیو تعریف میکنه، میگه که وقتی افسرها رو دیدم فکر کردم که تو میخواستی منو برای ولنتاین سورپرایز بکنی، ولی وقتی افسر خانومو دیدم فهمیدم که دیگه اومدن منو بگیرن. میکی الان منتظر اینه که حکمش توی دادگاه عالی منهتن مشخص بشه، ببینه نتیجه چیه. ولی طبق گفته خودش قبل از این که خب یه دوره‌ای که زندان برده بودنش، بعد حالا یه جورایی ازش تعهد گرفتن که فعلا آزاد میشه بعداً ولی بر دادگاه باید بیاد. میگه وقتی که داشتم آزاد میشدم یه دونه حق تماس داشتم که من همون تماسمو با کاخ سفید گرفتم و بهشون اطلاع دادم که جای من رو در جریان باشن و بدونن که من کجا هستم. حالا نمیدونم چرا کاخ سفید بعد در مورد بودن این اهمیت داشته باشه براش. به هر حال الان دادگاهش منتظر رأی دادگاه ببینه که چی براش میبرن. به نظر شما بعد حکمش چی باشه؟ ولی مثلا میگن که خب قانون رو دور زده و اینا، خب به نظرم اونجوری هم قانون رو دور نزده.
چون که خب اومده درخواست داده و درخواستش قبول شده دیگه. یعنی دادگاه اول که واقعا حقش بود، یعنی دادگاه اول واقعا برد. ولی حالا کلا این هتل و این رهبری که صاحبشه خیلی داستان جالبی داره. من یه داستان دیگه هم اتفاقا دیده بودم ولی حالا دیگه اون طولانی میشه، واردش اصلا نمیشیم. ولی خب خود اون فرقه هم مثلا خیلی عجیبه. فرض کن یه فرقه ای که اعضاش مجبورن با هم دیگه ازدواج بکنن و رهبرش میگه من مسیح هستم، به کره شمالی هم ربط داره، اعضاش هم همه توی هتل زندگی میکنن. اصلا خود این موضوع اصلا خیلی عجیب غریبه. مرسی که این ویدیو رو دیدید. فعلا خدافظ.